سلام، وقت همگی بخیر. جلسه سوم از سری جلسات خط به خط کتاب درسی فیزیک 11 ریاضی رو هستیم. توی این قسمت از صفحه 67 رو جلو میبریم. توی این قسمت مبحث مهم توان در مدار الکتریکی رو یاد میگیریم. توی کتاب شما شکل بسیار مهمی وجود داره بچه‌ها. شکل خیلی مهمه، از خود شکل توی سوالات استفاده میکنه. پس آشنا باشید با اشکالی که توی کتاب هست. دقت بکنید که توی این قسمت داره به ما میگه شما این باکسی حالا صورتی رنگی که اینجا میبینید یه باکسیه که میتونه باتری باشه، میتونه مقاومت باشه و دو تا نقطه داره، یکیش آ یکیش بی. حالا میگه که اگر جریان از این وسیله عبور کنه، حالا چه باتری چه مقاومت، مشخصه که پتانسیلش تغییر میکنه و حالا مثلا پتانسیل از نقطه آ به بی میره، یعنی یه مقدار بار از آ به بی حرکت میکنه، یعنی داره روی اون بار کار انجام میشه. اگه یادتون باشه تو فصل اول خوندیم که کاری که روی این بار انجام میشه از فرمول Q ضرب در V میتونه پیدا بشه. حالا ما از فیزیک دهم یه فرمول توان رو بلد بودیم، میگفتیم فرمول توان میشه W به روی T. حالا ما W رو برای یک جریانی که از هر وسیله توی یک مدار الکتریکی عبور میکنه میتونیم کار رو اینطوری تعریف بکنیم که Q ضرب در دلتای V به روی T و حالا Q به روی T رو خب از ابتدای فصل یادمونه که جریان میشد و حالا به فرمول توان در مدار الکتریکی رسیدیم که توی این قسمت هم میبینید. و از توان میشه جریان ضرب در تغییرات اختلاف پتانسیلی که هست. حالا این میتونه توی یک باتری باشه یا توی یک مقاومت باشه. شما میدونید که وقتی ما از نقطه A به نقطه B حرکت میکنیم پتانسیل میتونه افزایشی باشه یا میتونه کاهشی باشه. قاعدتاً اگر که من فرمول توان رو دارم P مساوی I ضرب در تغییرات اختلاف پتانسیل، خب تغییرات اختلاف پتانسیل اگر مثبت یا منفیه پس توان هم میتونه مثبت یا منفی باشه. حالا اگر توان مثبت باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه داره اون وسیله به مدار ما انرژی میده، یعنی خودش توزیع کننده انرژیه. ولی اگر که توان منفی باشه یعنی داره از بقیه مدار انرژی میگیره و یک مصرف کننده است که به این میگیم توان خروجی و به این میگیم توان مصرفی. طور که میدونین توی این فرمول جریان بر حسب آمپر هست، دلتای وی بر حسب ولت، وات رو میسازه. این فرمول رو میتونید توی هر وسیله دیگه استفاده بکنید. حالا اول توی یک مقاومت برای ما توضیح میده. مقاومت هایی که در مدار هستن توان الکتریکی مصرفی دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه انرژی که توی مدار هست رو میگیرن، مصرف میکنن و خب یه انرژی دیگه‌ای برای ما تولید میکنن. شما میدونید که توی یک مقاومت ما ولتاژ داریم و جریان داریم. خب حالا ما توان رو چی تعریف کردیم؟ گفتیم میشه V ضرب در I. از قبل هم میدونستیم که طبق قانون اوم R مساوی V به روی I هست. حالا میتونیم طبق این فرمول تغییراتی تو فرمول توان بدیم و دو تا فرمول دیگه ایجاد کنیم. یعنی میتونیم بیایم به جای RI V قرار بدیم. توی این فرمول بیایم به جای VRI بذاریم، یه آی هم خود فرمول داره و میشه RI2. یا حالا اگر که به جای جریان بیایم چی قرار بدیم؟ V به روی R رو قرار بدیم، حالا میشه V2 آروم. پس ما 3 تا فرمول تا الان برای توان یاد گرفتیم. یکیش V2 آروم، RI2 و فرمول اصلیمون هم که VI برای توان هست. قبل از اینکه به مثال 8 برسیم یه نکته ای رو از فرمول توان با هم دیگه یاد بگیریم. نکته توی کتابتون یادداشت بکنید. وقتی ما داشتیم فرمول توان میشد W به روی T. فرمول کلی توان در هر جایی از فیزیک میشه مقدار کاری که در واحد زمان انجام میشه. حالا اگر که ما بیایم توان رو ضرب در زمان بکنیم چی پیدا میشه؟ کار، یعنی P ضرب در T. حالا یک کاری جدید میتونیم طبق این تعریف بکنیم که مثلا اگر اینجا کیلووات داشته باشیم و اینجا ساعت، یک کاری داریم به اسم کیلووات ساعت که یک کاری چیه؟ انرژی هست. پس این نکته رو در نظر بگیرید که یک کاری کیلووات ساعت یک کاری انرژیه. بریم سراغ مثال 8 از صفحه 67 کتاب درسی. گفته وقتی دو سر یک بخاری برق را به اختلاف پتانسیل 220 ولت وصل می‌کنیم رسیدیم به عدد، هر عدد یک سرنخ برای حل مسئله است. 220 ولت اختلاف پتانسیل، پس اینجا وی رو به ما داده. جریان 10 آمپر یعنی آی رو به ما داده.
حالا رسیدیم به قسمت الف. میگه توان این بخاری رو پیدا کنید. خب توان خیلی ساده است. ما برای توان 3 تا فرمول داشتیم: وی آی، آرای دو و وی دو آرو. میبینیم کدوم یک از المان ها رو داریم و بهتره از کدوم استفاده بکنیم. همونطور که مشخصه اینجا ما وی رو داریم و آی، پس بهتره از همون فرمول اولمون بریم. پس می نویسیم پی مساویه آی ضرب در دلتای وی، همون خلاف پتانسیلی که داشتیم، که جواب میشه 2.2 کیلووات. حالا قسمت ب خیلی مهم هست. تو قسمت ب میگه این بخاری به مدت 3 ساعت در روز کار میکنه. قیمت برق مصرفی به ازای هر کیلووات ساعت 50 تومنه. حالا هزینه 1 ماه مصرف این بخاری چقدر میشه؟ بیایم ببینیم. اصلا اگر توان این بخاری 2.2 کیلووات باشه، تو مدت زمان 3 ساعت در 1 ماه، یعنی اگه 1 ماه 30 روز باشه، هر روز 3 ساعت کار بکنه، یعنی 90 ساعت کار بکنه، چه انرژی مصرف میکنه؟ ما میدونیم که فرمول توان میشه یو به روی تی. حالا به جای توان چی قرار میدیم؟ 2.2 کیلووات. به جای زمان 90 ساعت و یو رو پیدا میکنیم. حالا یو میشه چی؟ 90 ضرب در 2.2 که میشه 198 کیلووات ساعت. من متوجه شدم که این بخاری در طی 1 ماه 198 کیلووات ساعت انرژی مصرف میکنه. حالا میخوام ببینم چه هزینه‌ای برای این بخاری توی 1 ماه ما باید پرداخت کنیم. خود سوال گفته بود که اگه 1 کیلووات ساعت کار بکنه 50 تومان هزینه‌اش میشه. حالا من میبینم که چقدر کار کرده، 198 کیلووات ساعت. میخوام ببینیم هزینه‌اش چقدر میشه. یک تناسب ساده که میشه 50 ضرب در 198 تقسیم بر 1 که جوابمون میشه 9900 تومان. سوال ترکیبیه، سوال خوبی هست و لطفاً با دقت یادش بگیرید. بریم سراغ فعالیت 7 از کتاب درسی. بچه‌ها این فعالیت تحت عنوان تحقیق کننده و اهمیتی برای امتحان نداره. فقط نکته‌ای که باید توجه کنید این قسمت هست که داره قانون ژول رو برایتون توضیح میده. قانون ژول چی میگه؟ اگه یادتون باشه ما میگفتیم توان میشه حالا مقدار گرمایی که تو واحد زمان تولید میشه، یعنی میشه کیو به روی تی، و ما به این حالا اگر که به جای اون توان بیایم آر آی 2 رو قرار بدیم، میتونیم به جای کیو بگیم میشه آر آی 2 تی و به این میگیم قانون ژول. بریم سراغ فعالیت 8 از کتاب درسی. گفته بیایم مقاومت داخلی یک لامپ رو اندازه بگیرید. در نظر داشته باشین اگر لامپ توی یک مدار نباشه و شما بخواید مقاومتش رو پیدا کنین، حتما باید از وسیله به اسم اوممتر استفاده بکنید. حالا گفته که بعد اون رو بیاین تو حالت روشنی تو یک مدار قرار بدین. حالا بیاین مقاومتش رو اندازه بگیرین و نتیجه‌ای که میگیرین رو گزارش کنین. بیاین بچه‌ها نکته‌هاشو با هم بنویسیم. اول در نظر داشته باشین وقتی لامپی خاموش هست مقاومتش کمتره نسبت به وقتی که روشن میشه. خودتون میتونید وقتی لامپ روشن میشه دما میره بالا و وقتی دما بره بالا مقاومت هم بیشتر میشه. پس نکته اول رو یادداشت بکنید. مقاومت لامپ تو هنگامی که روشنه خیلی بیشتر از مقاومت لامپ تو هنگامی که خاموشه. چرا؟ چون تو حالت روشن دما زیاد میشه، مقاومت هم افزایش پیدا میکنه. حالا تو قسمت بعدی از ما خواسته که با استفاده از نتیجه‌ای که تو قسمت قبل به دست آوردیم دمای رشته داخل لامپ رو در حالت روشن برآورد بکنیم. ضریب دمای مقاومت ویژه رو هم به ما داده 4.5 ضرب در 10 به توان -3. پس اطلاعاتمون رو می‌نویسیم. اولا اینکه دمایی که ما داریم اندازه‌گیری می‌کنیم حدوداً 20 درجه سانتیگراده و مقاومتی که پیدا می‌کنیم حدوداً توی آزمایشگاه 38 اوم هست. حالا اگر آلفای ما باشه 4.5 ضرب در 10 به توان -3 و حالا مقاومت دومی که اندازه گرفتیم بشه 484 اوم، به ما بگین که تتای 2 چقدر هست. این سوال کتابه. سوال بچه‌ها میتونه توی تست ها بیاد. شما روند حل رو باید سعی کنید که یاد بگیریم. پس این که دما 20 درجه باشه، مقاومت 38 و مقاومت دوم هم 484 اینو تو آزمایشگاه اندازه گیری شده و اینا کلا کار آزمایشگاهیه. اما اگر توی سوالات نهایی و کنکور بخوام در مورد این به شما سوال بدن، اتفاقی که میفته اینه که خودشون این اعداد رو توی مسئله در نظر میگیرن. پس اینجا و ما اینو از آزمایشگاه به دست آوردیم. این روابط کنار هم برای ما فرمول چی ایجاد می‌کنه؟ اگه یادتون باشه میگفتیم دلتای آر مساوی R1 آلفا دلتا تتا یا دلتای تی. حالا عددها رو جایگزین می‌کنیم. دلتای آر که هست آر دومن های R1، یعنی شما باید این دو تا رو از هم کم کنیم، 484 منهای 38
R1 38 هست، آلفا 4.5 ضرب در 10 به توان منفی 3 و دلتا تتا رو پیدا کنیم. خودتون باشه توی این مسائل بهتر دلتا تتا پیدا بشه و در آخر کار مثلا تتای 2 یا تتای 1 که میخواین رو پیدا بکنید. 484 منهای 38 رو حساب کنیم و این اعداد رو میبریم این طرف تقسیم میکنیم. دلتای تتای ما به دست میاد حدوداً 2478 درجه سانتیگراد. همونطور که مشخصه دلتا تتا رو داریم 2478. تتا 2 رو میخوایم. تتا 1 مون 20 درجه بوده، غالبا 20 اگر بره اون سمت جمع میشه و تتای 2 میشه 2498 درجه سانتیگراد. حالا بریم سراغ پرسش 2 که نکته بسیار مهم و مفهومی داره. حتما علامت خیلی مهم رو کنارش بزنید که فراموشتون نشه. اومده یک سوال مطرح کرده، گفته یک کلاه ایمنی رو در نظر بگیرید. اگر این کلاه‌های ایمنی که چراغ دارن یک بار از چراغ‌های هالوژن رشته‌ای یا التهابی، یعنی چراغ‌های قدیمی که خیلی تو خونه‌ها استفاده می‌شد، ازش استفاده کنیم، چه فرقی می‌کنه با این که بیایم اینجا یک لامپ LED قرار بدیم؟ خود سوال برای شما گفته که وقتی میایید از لامپ‌های هالوژن استفاده می‌کنید، باتری این کلاه رو تو 3 ساعت مصرف می‌کنه. اما وقتی بیاین از چراغ‌های LED استفاده بکنین، این کلاه میتونه 30 ساعت روشن بمونه. دلیل این اختلاف چیه؟ ببینید بچه‌ها، اتفاقی که میفته اینه که اگر که ما لامپ هالوژن داشته باشیم یا لامپ‌های رشته‌ای داشته باشیم، همون لامپ‌های قدیمی که به این حالت بود، اتفاقی که میافتاد این بود که وقتی توی یک باتری قرار میگیره، جریان میومد به لامپ میرسید، لامپ انرژی گرمایی در ابتدا تولید میکرد. حالا اون گرما رو میومد به نور تبدیل میکرد و چراغ روشن میشد. اما توی لامپ های LED این جریان الکتریکی مستقیما به نور تبدیل میشه، در نتیجه اتلاف کمتری داریم و میتونه مدت زمان بیشتری روشن بمونه. پس دلیلش رو اینطوری بنویسید که در لامپ‌های رشته‌ای انرژی الکتریکی ابتدا به گرما، سپس بخشی از گرما به نور تبدیل می‌شد، اما در لامپ‌های LED انرژی الکتریکی مستقیما به نور تبدیل می‌شود، پس اتلاف کمتری در مدت زمان بیشتری روشن می‌ماند. از این قسمت کتاب، یعنی از صفحه 69 کتاب درسی، وارد مبحث مهمی میشیم که توان رو توی منبع‌های نیرو محرکه واقعی داره بررسی می‌کنه. اگه یادتون باشه ما می‌گفتیم که ما منبع نیرو محرکه واقعی که داریم چند دسته بودن؟ 2 دسته. یکی شارژ کننده بودن و یکی دشارژ کننده یا تخلیه کننده. دشارژ کننده ها یعنی دارن انرژی از دست میدن و شارژ کننده ها یعنی دارن انرژی میگیرن. پس طبق چیزی که توی صفحات قبلی کتاب درسی گفتیم، توی این قسمت گفتیم که هر چقدر توان زیاد بشه یعنی مثبت باشه، یعنی داره به مدار انرژی میده، ولی اگر که این توان منفی باشه یعنی داره از بقیه مدار انرژی میگیره. دقیقاً توی این منبع‌های نیرو محرک هم همین اتفاق میفته. اول طبق منبع کتاب میریم جلو و بعد اینجا خلاصه میکنیم. گفته که خب ما میدونیم توان میشه جریان ضرب در تغییرات اختلاف پتانسیل. حالا اگر که ما یک باتری داشته باشیم که جریان ازش خارج بشه، یعنی اون باتری دشارژ کننده یا تخلیه کننده باشه، میاد چه اتفاقی میفته؟ اگه یادتون باشه برای باتری هایی که دشارژ میکنن وی رو میگفتیم اپسیلون منهای آی آر. پس به جای وی میذاریم اپسیلون منهای آی آر و طبق این فرمول برای ما توان خروجی رو ایجاد میکنه. پس توان خروجی میشه اپسیلون آی منهای آر آی 2. حالا به اپسیلون آی میگیم توان، اینا خیلی مهمه، توان کل یا توان تولیدی. به آر آی 2 میگیم توان تلف شده یا توان افت پتانسیل یا توان مقاومت داخلی. و حواستون به این کلمات توی سوال ها باشه حتما بچه. حتی توی این قسمت میتونه نمودار هم برای شما بیاره که شما طبق قسمت فرمولی که دارین بتونید نمودار رسم کنید. نمودار P بر حسب I که وقتی رسم میکنین یک نمودار سهمی شکل میشه. حالا چه نکاتی داره؟ توی این نقطه بیشترین توان رو ما داریم. چه جریانی داره؟ جریانش میشه اپسیلون به روی 2R. توی این نقطه حتما R و R بزرگ با هم برابرن و توی این نقطه اپسیلون به روی R هست و بیشترین توان ما اپسیلون به روی 4R خواهد بود.
اینم نکات نمودارش. البته که نکات نمودار تو اولویت آخر خوندنتون باشه، چون توی از این قسمت تو کتاب درسی نکته مطرح نشده. بریم سراغ حل مسئلهش تا ببینیم چجوری باید ازش استفاده کنیم. مثال 2.9 از کتاب درسی. توی اینجا به ما یک مدار داده، توان خروجی باتری رو خواسته، توان مصرفی توی مقاومت هم خواسته. خب ما میایم نگاه میکنیم، میبینیم که نیرو محرکه رو داریم، دوتا مقاومت هم داریم. پس برای اینکه توان خروجی رو پیدا بکنیم، گفتیم توان خروجی برای یه دونه باتری میشه چی؟ میشه اپسیلون آی منهای آرای 2. خب نگاه میکنم من اپسیلون آ رو دارم ولی آی رو ندارم، پس ابتدا میام جریان رو میگم اپسیلون جمع اپسیلون ها به روی جمع آر ها و حالا از این استفاده میکنم 12 به روی 4 به اضافه 2 که میشه 2 آمپر. حالا دیگه جریان رو دارم و میتونم ازش استفاده کنم. همونطور کتاب نوشته 12 ضرب در 2 منهای 2 ضرب در 2 به توان 2 که جواب میشه 16 وات. این میشه توان خروجی. حالا از من توان مصرفی توی مقاومت رو خواسته. این مقاومت ما مقاومتی که داره انرژی رو مصرف میکنه. خب من جریان رو دارم 2 آمپر و مقاومت هم دارم 4، پس بهتره از فرمولی استفاده کنم که آر و آی داشته باشه، یعنی پی میشه آرای 2 و حالا از 4 ضرب در 2 به توان 2 میشه 16 وات. جواب رو نتیجه گیری کنم. بریم سراغ مثال 10.2 که اومده شما رو دوباره مرتبط کرده با مثال 7.2 از کتاب. باید برگردیم همون مداری که داشتیم تو مثال 7.2 که ازش کلی نتیجه گیری ها رو انجام دادیم. حالا میگه بیا توان هر کدوم از اینها رو پیدا کن. اینجا شما با یک مداری طرف هستید که 2 تا نیرو محرکه داره، یعنی نیرو محرکه اپسیلون 1 و اپسیلون 2. گفتیم وقتی توی مداری چند تا نیرو محرکه داریم باید بیایم چیکار کنیم؟ اول تعیین کنیم کی جریان رو جهتش رو تعیین میکنه. خب اپسیلون 1 و اپسیلون 2 زور کی بیشتره؟ زور اپسیلون 1. پس جریان اصلی رو اپسیلون 1 تعیین میکنه. پس جریان اصلی من از سمتی هست که اپسیلون 1 مجبور میکنه کل مدار رو. این جریان. حالا از ما خواسته توان رو پیدا بکنیم. اگر دقت بکنید اینجا میبینید که این باتری ما که طبق جهت جریان داره جریان تولید میکنه تخلیه کننده است. دشارژ، تو حالت دشارژ وجود داره و این تو حالت شارژ وجود داره. تو حالت تخلیه کننده یعنی داره انرژیش رو به مدار میده. اون انرژی که داره برای مدار میذاره پس باید اون توانش مثبت باشه. توان خروجیش رو مینویسیم میشه اپسیلون آی منهای آرای 2 که 8 ضرب در نیم منهای 2 ضرب در نیم به توان 2. این نیم از کجا اومده؟ تو مثال قبلی ما اومدیم جریان رو پیدا کردیم. جمع اپسیلون ها به روی جمع آر ها. شما اگه هم الان انجام بدین سریع میتونید پیدا کنین. 8 منهای 2 به روی جمع مقاومت هامون که اینجا میشه 12 و 8 منهای 2 6 دوازدهم یا 1/2 که همون نیم بشه. توی این فرمول قرار داده و توان حالا کدوم باتری، یعنی باتری 1 که تو حالت تخلیه کننده است رو پیدا کرده. اما باتری بعدی ما شارژ کننده است، یه باتری که داره شارژ میشه، این داره انرژی مدار رو مصرف میکنه. انرژی مدار رو اگه بخواد مصرف بکنه حالا توانش میشه اپسیلون آی به اضافه آرای 2. اما در نظر بگیرید که اینجا یه علامت منفی میخوایم. چرا علامت منفی میخوایم؟ چون گفتیم هر چیزی که از مدار انرژی بگیره توانش منفی میشه. خود این از کجا پیدا شد؟ اگه یادتون باشه گفتیم اگر باتری تو حالت شارژ باشه میشه اپسیلون به اضافه آی آر. حالا کافیه که ما همه اینا رو توی یک آی ضرب بکنیم و این فرمول پیدا میشه. پس در نظر داشته باشین اگر بخوایم این قسمت رو جمع بکنیم ما گفتیم منبع نیرو محرکه واقعی شارژ کننده اگه بشه وی میشه اپسیلون به اضافه آی آر و اگه دشارژ کننده باشه اپسیلون منهای آی آر میشه. حالا برای این توان میشه منفی اپسیلون آی به اضافه آرای 2 و برای این توان میشه اپسیلون آی منهای آرای 2. علامت منفی هم به خاطر اینه که شارژ میکنه یعنی مصرف میکنه. مصرف کننده ها توانهاشون منفیه. اما توی اکثر سوالا از شما اندازه رو میخواد. اگه اندازه رو بخواد که در نظر داشته باشین اینجا قدر مطلق میشه و قدر مطلق دیگه این علامت منفی توش اثری نداره و میشه اپسیلون آی به اضافه آرای 2 اگر اندازه رو از شما بخواد.
خب حالا توی همین سوالی که داشتیم الان باتری 2 تو حالت شارژ قرار داره، چون توی حالت شارژه پس میشه اپسیلون آی به اضافه آرای 2 و خود سوال هم توانها رو از ما حالت اندازش رو خواسته. اندازه رو بخوایم علامتش فرقی نمیکنه. حالا عددها رو توش قرار میدیم که اینجا 2 ضرب در نیم به اضافه 1.5 ضرب در نیم به توان 2 و جواب میشه 1.4 و جواب میشه 1.4 وات. خب حالا بچه‌ها این نکته در نظر بگیرید که این باتری یه باتری که داره مقدار انرژی میده ولی این دوتا مصرف کننده هستن، یعنی توان این دوتایی که مصرف کنندن باید با توان این برابر باشه. خب حالا ما این توان رو پیدا کردیم 1.4 توان باتری 8.5 اوهمی هم توان باتری 8.5 اوهمی هم میشه آی2 یعنی 8.5 ضرب در نیم به توان 2 که میشه 2.1 وات. حالا این 2.1 با 1.4 وقتی جمع بشه چی میشه؟ میشه همون 3.5 وات و توان مصرفی ها اگه با هم جمع بشه میشه توان اون وسیله‌ای که داره تولید میکنه، یعنی 2.1 با 1.4 شد 3.5 وات. سوال خیلی مهمیه، یعنی از مثال 2.7 همونطور که مشخصه میتونه چندین نمونه سوال مطرح بشه. توصیه میکنم مثال 2.10 و مثال 2.7 رو چندین بار حل کنید تا روی مسائلش تسلط پیدا بکنید. بریم سراغ تمرین 4.2 از کتاب درسی. گفته که قانون ژول رو که تو فعالیت 7 یاد گرفتیم و تعریف نیرو محرک الکتریکی برای یک حلقه ساده، پس یکی نیرو محرکه که قانون ژول و یک حلقه ساده شامل یه باتری و یه مقاومت نشون بدین که قاعده حلقه یا قانون ولتاژ ها چیزی جز پایستگی انرژی نیست. اولا اینکه خود این جمله رو به عنوان یک نکته هایلایت بکنید، پس قاعده حلقه یا قانون ولتاژ ها چیزی جز پایستگی انرژی نیست. حالا بریم برای اثباتش. همونطور که مشخصه خودش گفته از قانون ژول رو تو اون فعالیت یاد گرفتیم که هست RI2 ضرب در T. حالا تعریف نیرو محرک الکتریکی، نیرو محرکه رو چی گفتیم؟ بگه کاری که روی واحد بار انجام میشه. حالا بیاین قاعده حلقه یا قانون ولتاژ ها رو بگیم. خب میایم میگیم که توی قاعده حلقه گفتیم اپسیلون منهای آی آر مساویه با 0. حالا اگر ما بیایم بگیم آی بود دلتای کیو به دلتای تی و به جای اینکه میخوایم اینجا دلتا دبلیو رو پیدا کنیم اپسیلون ضرب در دلتای کیو، حالا به جای دلتای کیو چی رو قرار بدیم؟ باریکلا آی ضرب در دلتای تی رو قرار بدیم. پس من میام کل این عبارت رو برای اینکه به دبلیو برسم ضرب در آی دلتای تی میکنم. اینم همینطور آی دلتای تی. حالا البته اینو میبرم این سمت که دیگه این منفی از بین بره و دو طرف تساوی برابر بشه، یعنی میشه اپسیلون آی ضرب در دلتای تی مساویه با آی ضرب در آی که میشه آی 2 آر دلتای تی. حالا ببینید بچه‌ها ما اپسیلون رو چی نوشته بودیم؟ دلتای دبلیو به کیو. آی رو چی نوشته بودیم؟ کیو به روی دلتای تی ضرب در دلتای تی و حالا کیو با کیو میره، دلتای تی با دلتای تی. این طرف تساوی هم که همون قانون ژول بود. چه نتیجه‌ای گرفتیم؟ این طرف که قانون ژول بود که کیو شد، این طرف هم دبلیو، یعنی شد دلتای دبلیو مساویه با کیو.